دلیل استعفای رومن رینز از WWE چیست؟ با سلام و درود به همه دوستان، من در این ویدیو در مورد دلیل استعفای رومن رینز، کشتیگیر مشهور و موفق WWE صحبت میکنم. رومن رینز با لقب لیتی جوزیف در 25 می سال 1985 در فلوریدای آمریکا متولد شده و هویت او آمریکایی است. او قبل از اینکه به WWE بپیوندد در خط دفاع فوتبال آمریکایی در یکی از تیم‌ها بازی می‌کرد تا اینکه در سال 2010 با WWE قرارداد بست و به عنوان یک کشتیگیر حرفه‌ای در آنجا فعالیتش را آغاز کرد. قد او 1 متر و 91 سانتی متر است و وزنش به 120 کیلوگرم میرسد. رومن رینز در سال 2014 با گالینا بیکر همسرش ازدواج کرد و آنها یک دختر دارند. رومن در WWE زیادتر در گروه 3 نفره شیلد فعالیت می‌کند و 3 بار در WWE قهرمان سنگین وزن شده و 1 بار نیز قهرمان کمربندی ایالات متحده آمریکا را از آن خود کرده است و نیز چندین بار قهرمان رینگ قفسی در WWE شده است و اخیراً از محبوبیت خوبی در میان علاقمندان کشتی کج آمریکا شده بود. متاسفانه او با استعفایش از WWE دیگر در آنجا حضور ندارد. او در 22 اکتبر سال 2018 یعنی امسال به طور رسمی و در حضور بیننده ها اعلام کرد و گفت که در سن 22 سالگیش مشخص شد که او مبتلا به سرطان خون است، اما با پیگیری به موقع بیماریش بهبود یافت. او پس از 11 سال مبارزه با این بیماری بدون مطرح کردن آن در عموم، حالا این بیماری دوباره به سراغ رومن آمده و رومن در 22 اکتبر 2018 با تحویل کمربند یونیورسال اعلام کرد برای درمان مجبور است مدتی فعالیت ورزشیش را متوقف کند. او گفت که موفق خواهد شد این بیماری را یک بار دیگر شکست داده و با هدفی بزرگتر به رینگ WWE برگردد. WWE نیز اعلام کرد که یکی از اهداف رومن رینز از علنی کردن این موضوع آگاهی و توجه بیشتر مردم به پیشگیری و کنترل این بیماری بوده است. دکتر متخصص رومن نیز گفته است که بیماری رومن شدت یافته است، اما امید داده است که رومن یک قهرمان است و او این بیماری را شکست خواهد داد. 1 ماه است که از استعفای رومن می‌گذرد و او تحت مراقبت و تداوی قرار دارد، اما واکنش‌ها در مورد بیماری و استعفای او در تمام اینترنت پیچیده است. بعضی‌ها شایعه مرگ او را پخش کردند، اما این شایعات حقیقت ندارد و دکتر رومن رینز اطمینان داده است که او به زودی صحتیاب شده و دوباره به WWE برمیگردد. با سپاس از توجهتان. خدا نگهدار.